آقای دکتر بزن بهادر و من تعطیلات پارسالو نرفتیم سوئیس، تعطیلات امسال هم نرفتیم کانادا، سال دیگه هم نمیریم ایتالیا. کلا ما اینجوری هستیم، هر سال تصمیم میگیریم یکی از کشور خارجی رو نریم. خیلی حال میده چون که موفقیت توش خوابیده. همین اول برنامه یه استارتی بزنم که تو روشنشی تا اینطوری پیروزی‌های بزرگ ما رو ضایع نکنی. آخه قربونت برم، یه عمری با یه اول استراتژیستی نشست برخاست کردی. این چه شروع برنامه‌ایه؟ میشین وردست کمربندت هم محکمه و تا یادت بدم. با سلام خدمت همه معرفت‌دارای عالم، همه اونایی که همینجوری محبت و مرام ازشون چیکه میکنه و نشری میکنه. خلاصه ما میخوایم اگه بشه یه درمونی برای دردای بیدرمون مقام عظما پیدا بکنیم. من که هر چی گشتم پیدا نکردم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن از بهادر عرض میکردم، بله، میفرمودن که دوزه رفت توی خونه ای هیچی پیدا نکرد، آخرش صاحبخونه رو از خواب بیدار کرد، گفت ببین من که دارم میرم ولی این زندگی نیست که تو داری ها. روشن شد یا همچین بذارم که زندگی دی وسط عوض بشه. دکتر جون عالی بود، یاد گرفتم. مرحوم ابویتون در فراز دیگری میفرمودن دیشب دوز اومد خونمون دنبال پول میگشت، هیچی دیگه. منم پشتم با هم گشتیم، روشن شد یا همچین بذارم که چیزای از جیبتون بریزه پایین با دوزه قسمت کنیم. ناکس از نامه خارج نشو، یه مدت که نامه نمیخونی فکر کنم اونم باعث شده که یه خود بیشتر از نامه خارج بشی. نداری یا داری و رو نمیکنی. مشک این جماعت دلواپس و دلارام و از این چشمه استراتژیکی پر نمیکنی ها. آی دکتر نامه داریم، یه نامه داریم با اسم اختصاری مک. موحدی کرمانی، امام جمعه نمره موقت خود مقام عظما. فکر میکردم یه چیزی تو مایه های مکفارلین و مکینتاش و مکدونالد و این چیزا هست. بله نوشتن. یه خطی کردم تو نماز جمعه از شیخ فری تعریف کردم که خط مقام عظما رو پیش میبره، ولی فرداش فهمیدم که گولم زده. مک از شما خواسته یه جوری اینو رفع رجوع کنین و اگه بتونین به نیابت از طرف ایشون یکی بزنین تو پوز رئیس جمهور محترم نظام آقای روحانی. خدایا این مکو دیگه شفا نده، بذار کمی ما بخندیم. ببین موحدی کرمانی، مقام عظما اگه 2 تا مثل تو داشته باشه دیگه دشمن نمیخواد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله، میفرمودن که روباهه رفت پای درختی که کلاغ بالاش بود، گفت به به چه دمی، چه پری، چه صدایی، یه دهن واسه ما بخون بریم. اون زاغه که اونجا نشسته بود پیتزایی رو که دهنش بود زد زیر بغلش، گفت ناکس اون موقع که تو منو گول میزدی کلاس 3 بودم، خیلی وقته که از اون موقع گذشته. روبای گواره الان که دقیق نگاه میکنم میبینم حق با توه، خیلی زمان گذشته، همه کرک و پرت ریخته، وضعیت بالا تا کسر نمیشه نگاه کرد. کلاغ اومد بالشو چک میکنه ببینه راست میگه یا نه که این کرک و پرش ریخته. تا بالو چک کرد پیتزای افتاد. روبای گره گفت ناکس اگه اون موقع کلاس 3 بودی الان پیش دانشگاهی هستی، من اون موقع برای خودم یه مأمور اطلاعاتی بودم الان شدم رئیس جمهور. آیه دکتر یه نامه داریم با آرم سپاه و امضای حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه. گفته من یه حرفی زدم که نظام از زیر آوار بدبختی ها بکشم بیرون، ولی بیشتر از قبل همش آوار شد رو سرمون. حالا ما یه سرب مذابی گفتیم که رو سر این و اون میریزیم، چرا حرفای منو تعریف میکنن و جدی میگیرن؟ حالا آیه دکتر یه راهی جلو پای ما بذارین. مگه دکتر بیکاره؟ راست بگی، ولش کن اینقدر باش تو نرو. ما همه زندگیمون رو یادت باشه که مدیون این سلامی مشنگ هستیم. اگه اینو امثال این نبودن که از خوشی میمردیم، باید بدبختی های مثل این باشن. ولی من هر چی بگم این از زیر آوار بدبختی بیرون بیا نیست. استفاده از راهنمودم خود شعور میخواد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله، میفرمودن که مشنگه رو بعد 40 روز از زیر آوار کشیدن بیرون، دیدن زنده است. گفتن تو چطوری 40 روز زنده موندی؟ گفت یه سوراخی اون زیر آوارا بود، شبا یواشکی ازش میرفتم بیرون، برای خودم ساندویچ و نوشابه میخریدم میخوردم، دوباره برمیگشتم زیر آوار منتظر میشدم تا شما بیاین نجاتم بدین. آیه دکتر سلامی مشنگ رو ولش کنین،
خونتون از اینی که هست کثیف‌تر نکنین. خودش که مهم نیست، مهم اون بحث استراتژیکیه که مقام عظما اینو فرستاده بود برای مطرح کردنش. این خودش یه بدبختی عظمای استراتژیکی حساب میشه که قحط الرجال که سهله، قحط الحمار هم رد کردیم که یه بحث استراتژیکی که بخوایم بکنیم باید این مشهنگ رو بفرستیم جلو. عظما به این سفارش کرده بود که یه کمی به این دلواپسا روحیه بده. این مشهنگ اومد بحث سرب مذاب و اینا رو کرد که دوباره خود عظما هم ترس برش داشت. یعنی در یک کلام کار توتیواری هم نمیتونه بکنه که بیاد عین حرفو تکرار بکنه. نه دیگه قربون برم، عظما فرستاده بودش که تکلیف دلواپسا رو روشن کنه که میگفتن ما بالاخره بریم تو نماز جمعه بگیم مرگ بر آمریکا یا نه، ولی اصلا معنی حرف که حالیش نیست که. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن مثلا بهادر عرض میکردن بله میفهمودن که یارو به راننده تاکسی پول داد، راننده گفت یه نفری، این مشهنگه یه نفس عمیقی کشید و گفت آره خیلی وقت تنهام. راننده هم گفت زر نزن بابا پول خورد بده، خورد ندارم. روشن شد یا همچی بذارم که خورد خاکشیر بشی. دکتر به ترس مقام عظما اشاره کردید، منم دلم هوری ریخت پایین. البته تو کنار شما نباید ترسید. یکی به رفیقش گفت آدم نترسی هستی، دل شیر داری. رفیقش گفت کاش تو هم نترس بودی تو من همینو بهت میگفتم. یارو هم گفت اشکالی نداره تو هم مثل من دروغ بگو. نمیخوام بگم روشنه چون خوبیت نداره آدم اول استراتژی نظام و سر این چیزا روشن کنه، اما بیشتر منظورم جلسه اخیر مقام عظما با ارتشیا بود که دلم خیلی گرفت که موضوع حمله نظامی نگرانش کرده بود. مرتب دهنش خوش میشد، یه لامصبی هم یکمی آب و نمک نمیزد به زبون مبارکشون. چون خود منم همین حالا نیاز دارم که یکم آب و نمک بزنین به زبونم. وقتی این یمن و سوریه و عراق و این ائتلاف رو میبینم دلم میلرزه. وقتی نگاه میکنم علیرغم اینکه دلم نمیخواد زهر بخورم و این حاجی رفسنجانی روحانی نامت دارن میریزن تو حلقم، این از بیرون نظام اینم از داخل نظام. این چه سریه؟ چی میشه آی دکتر؟ برام روشن کنین. وضعیت عظما مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفرمودن مشهنگه خواب دید که دعوا شده، تو خواب گرفتن تا میخورد زدنش. از فرداش شبا ترس با یه 10 تا رفیقاش میخوابید. ولی خود این رفیقای ارتشیش هم که بیشتر ترسیده بودن. آره دیگه، ولی خوبیشی بود که این اولین باری بود که عظما یه حرفی میزد یکی این سرشو نمیگرفت یکی اون سرشو بکشد. منظورتون این سر اون سر مقام عظما رو خجالت بکش، مگه وقت برنامه تموم شده که سر دعوا رو باز میکنی، اونم به قیمت اجرای فن سرتیکی رو خود عظما. یه پیشنهاد دوستانه از طرف من به شما، بیاین کارهای زشت قدیم رو ترک کنیم و کارهای زشت جدید یاد بگیریم، به روز باشیم. نمیخوام دعوا کنم، یه بارم که عظمای بدبخت بیچاره مفلوک اسمش تو برنامه اومد و چیزی بارش نکردین من بیام بزنم تو پوزش عمرن. آره بذار عظما آرامش داشته باشه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردن بله میفهمودن یکی در حال مرگ بود، رفیقش بالا سرش نشسته بود، مرد با صدای نالان گفت باید یه رازی رو با تو در میون بذارم. رفیقش گفت نمیخواد بگی، اما مرد پافشاری کرد، از این اصرار از اون انکار. بالاخره این مرد گفتش که ببین من بودم که مغازت رو دزدیدم و انداختم گردن دزد ناشناس. رفیقش گفت بابا خودم میدونم، همین امروز صبح فهمیدم، حالا بخواب بذار مرگموش کار خودشو بکنه. آره دکتر شما در مورد مقام عظما دارین میگین که الان زهر خورده بخواد بمیره. من دارم میگم قربون برم یکی رو پیدا کن که کجا زهر خورده؟ این که الان داره میگه باید تحریف